به نظرت بشه این هرم رو داخل این قفس جا داد؟ یه پازل قدیمی از قرن 16. این که چرا همه پازل ها برای قرن 16 من خودمم نمیدونم. شاید فکر کنید که آسونه، اما اصلا اینطوری نیست. خیلی سخت‌تر از چیزیه که تصورش رو بکنی. هر چقدرم که هرم رو بچرخونید از بریدگی ورودی رد نمیشه، چون هم اندازش از دهنه قفس بزرگتره، هم قفس اطرافش کامل محصور شده. اما اینجاست که از دل هندسه یه ترفند به کمکمون میاد. میدونیم که قطر مربع بلندترین خط درون اونه. مرحله بعدی خیلی مهمه و به زاویه دیدت بستگی داره. اگر از این زاویه به هرم نگاه کنی مثلث دیده میشه. از این زاویه هم همچنان یه مثلثه، اما اگر اینطوری به چرخونینش میبینی که تبدیل به مربع میشه. طول اضلاع هرم با قطرهای مربع برابرن. تا زمانی که این اضلاع با قطر مربع همراستا باشن، هرم داخل قفس جا میشه. از این پازل خوشت اومد؟